السلام علیکم دوستان خردسالان. امروز ما به مغرب می رویم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. نام من احمد است. من از مغرب می شوم. مغرب در قطعه افریقا جایگیر است. در اینجا زیاده از 35 میلیون انسان زندگی می کند که 99% آن مسلمان ها می باشند. در مملکت ما بسیار جایهای زیبای تاریخی موجود است. اگر ما به تاریخ نظر کنیم، در اینجا بسیاری ها حکمرانی می کردند، به مانند رومی ها و خلیفت های اسلامی. آیا شما می دانید که بلندترین مناره دنیا در اینجا در مغرب در شهر کاسابلانکا موجود است؟ این مناره در مسجد حسن دویم است که بلندیش به 210 متر می رسد. در مغرب شما می توانید قرآن را از بلندگویک های مسجد همه روز بشنوید. چه خوش است که در یک روز 5 مرتبه قرآن را می شنویم. برادر کلانی من حافظ قرآن است. او در رمضان تراویح را می گذراند و بسیار جزهای قرآن را می خواند. خیلی آواز خوش دارد. او قرآن را آهسته و خیلی زیبا می خواند. سبحان الله. سوره فلق به پیامبر صلی الله علیه و سلم در شهر مدینه نازل شده بود. این شهر با نام شهر پیامبر مشهور است. سال 622 پیامبر صلی الله علیه و سلم از مکه به مدینه هجرت کردند. شخصانی که از مکه به مدینه هجرت کردند آنها را مهاجران می نامند. سال شماره اسلامی از همین روزی که پیامبر صلی الله علیه و سلم هجرت به مدینه کردند آغاز می یابد. حاضر من بر شما سوره فلق را می خوانم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد. معنی این سورت چنین است: بگو به پروردگار صبحدم پناه میبرم از شر آنچه بیافریده است و از شر شب چون درآید و از شر جادوگرانی که در گره ها میدمند و از شر حسود چون حسد میورزد. از سوره فلق من این را فهمیدم که به نهایت ضرور است از الله پناه طلب کردن از بدی جادوگران و حاسدان، شخصانی که حسد میبرند. پیش از خواب من سوره اخلاص، فلق و ناس را خوانده به دستان خود دمیده در سر و بدن خود میمالم، چون این را پیامبر صلی الله علیه و سلم بر ما آموزانیدند که هر شب پیش از خواب این عمل را 3 مرتبه اجرا بکنیم و این ما را از شر شیطان نگه می دارد.
بارک الله احمد که ما را آگاه کردی. بله دوستان، پیش از خواب ما باید سوره اخلاص، فلق و ناس و اینچنین آیت الکرسی را خوانده در خود دمیده و به طرف راست خود خواب بکنیم و پیش از خواب باید دعای خواب را هم بخوانیم. دعای خواب چنین است: بسمک اللهم اموت و احیا. پناه بر خدا دوستان، در حفظ و امان الله باشید. Bomba, 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 bomba.